مقاله قصه گو والتر بنیامین رو قرار استارتش رو بزنیم. عنوان مقاله قصه گو تأملی بر آثار نیکولای لسکوفه. تا حدودی جلسه پیش آشنا شدیم و الان قراره قسمت اولش رو بخونیم. متن آلمانی و انگلیسی شو توی کانال تلگرام گذاشتم، اگه خواستین میتونین بریم اونجا سر بزنین. اینجا میبینین به فارسی هم ترجمه شده، آقای مرادپور اگه اشتباه نکنم، یا خیلی بهتر از من مطمئن ترجمه میکنه و قوام خیلی بیشتری داره. منتها چون به خاطر هم قوانین کپی رایتش و هم اینکه حقوق ناشر رعایت بشه، فکر کنم خیلی هم هزینه‌اش کم، فکر کنم 20 تومن اینجوری قیمت کل مقاله است. میتونین برین توی گوگل بزنین، مجله ارغنون داره، اونجا میتونین برین دانلود کنین و ببینین و بخونین و ترجمه دقیق‌ترش رو داشته باشین. اما من یه ترجمه ای خودم کردم، یه ترجمه تطبیقی انگلیسی آلمانیه. اول یه دور از رو میخونم، یه سری کلمه ها قرمز شده، جلوتر توضیح میدم راجبش چیه. اول بیان کلا یه دور مقاله رو بخونم براتون. قصه گو، هرچند نامش برای ما آشناست، در کارکرد زنده و حاضر خیش به هیچ وجه تماما در برابر ما حاضر نیست. او برای ما چیزی است که از پیش دور شده و همچنان نیز دورتر می شود. اینکه کسی چون لسکوف را به منزله قصه گو عرضه کنیم، نه به معنای نزدیکتر کردن او به ما، بلکه به معنای بیشتر کردن فاصله با اوست. از فاصله معین که به او نگریسته شود، خطوط بزرگ و ساده‌ای که قوام بخش پیکره قصه گو هستند در او غلبه می‌یابند، یا بهتر بگوییم در او ظاهر می‌شوند، چنان که در صخره‌ای برای بیننده‌ای که در فاصله درست و زاویه مناسب را یافته باشد، سری انسانی یا پیکری حیوانی پدیدار می‌شود. این فاصله و این زاویه دید را تجربه‌ای به درستی و شرافتمندانه چیزی روایت کنند. دید را بر ما تحمیل می‌کنند که خط جلوتر رفت. این زاویه دید را تجربه‌ای بر ما تحمیل می‌کند که تقریباً هر روز در معرض آن هستیم. این تجربه به ما می‌آموزد که کار هنر قصه‌گویی به پایان رسیده است. برخورد با کسانی که بتوانند به درستی و شرافتمندانه چیزی روایت کنند نادرتر می‌شود و هرچه بیشتر آنگاه که در جمع آرزوی شنیدن داستانی بر زبان می‌آید، نوعی درماندگی انتشار می‌یابد. گویی قابلیتی از ما گرفته می شود که آن را سلب ناشدنی می پنداشتیم. مطمئن ترین دارایی های مطمئن ما، یعنی توانایی مبادله تجربه ها. یکی از علل این پدیده آشکار است. تجربه در ارزش و اعتبار خود سقوط کرده است و چنین می نماید که این سقوط همچنان به ورطه بی‌قرار ادامه دارد. هر نگاه به روزنامه نشان می دهد که این سقوط به حضیض تازه‌ای رسیده است و نه فقط تصویر جهان بیرونی، بلکه تصویر جهان اخلاقی نیز یک شبه دستخوش دگرگونی هایی شده که هرگز ممکن پنداشته نمیشد. با جنگ جهانی روندی آغاز شد که از آن زمان به این سو متوقف نشده است، مگر در پایان جنگ مشاهده نشد که مردمان خاموش از میدان باز میگشتند، نه غنی‌تر بلکه فقیرتر از حیث تجربه‌ای که بتوان آن را منتقل کرد و آنچه 10 سال بعد در سیلاب کتاب‌های جنگی فرو ریخت هر چیزی بود جز تجربه‌ای که از دهان به دهان می‌گردد و این نیز شگفت نبود، زیرا هیچگاه تجربه‌ها چنین ریشه‌ای ابطال نشده بودند. تجربه‌های استراتژیک به دست جنگ موضعی، تجربه‌های اقتصادی به دست تورم، تجربه‌های جسمانی به دست نبرد مادی صنعتی و تجربه‌های اخلاقی به دست صاحبان قدرت. نسلی که هنوز با تراموای اسبی به مدرسه میرفت، ناگهان زیر آسمان باز در چشماندازی ایستاده بود که در آن هیچ چیز جز ابرها بی تغییر نمانده بود و زیر آن ابرها در میدان نیروی جریان‌های ویرانگر و انفجارها بدن کوچک و آسیب پذیر انسان قرار داشت. همونجوری که متن رو می‌بینین یه حالت شعرگونه با قصه همه چیز داره جلو میره. آدم اسم میکنه فهمیده در وهله اول، یه رسوبی به آدم میکنه، اما واقعا در قالب قصه داره حتی راجع به قصه گو حرف میزنه. یه سری کلمه گفتم اینجا رنگی شده،
این کلمه ها قراره اون صور فلکی که توی جلسه پیش گفتم و برای ما از متن بنیامین بیاد بسازه. این متن من با اون متنی که خوندم یه سری کلماتش بیرون کشیده شده، اونا رو طی متن میخوام براتون توضیح بدم. اولین کلمه قصه گو بود. نکنید قصه گو خیلی اشتباه اگه فقط مثلا بهش بگیم که راوی، استوری تلر رو بگیم راوی. وقتی میگیم راوی یه چیزی اونجا از دست میره. راوی میتونه هر کسی باشه که چیزی رو نقل میکنه، اما استوری تلر توی متن یک شأن قدیمی هم داره. قصه گو کسیه که فقط اون رخ داده رو تعریف نمیکنه، اون از دل زندگی عبور میده، پختش میکنه، فرسودش میکنه، آزمودش میکنه، بعد میسپره به بقیه. شبیه کسایی که اطلاعات زیادی دارن نیست، شبیه کسی که زمان رو فشرده میکنه، اون رو داره به بیرون انتقال میده. توی این جهان قصه گوه بازمانده اقتصاد قدیمی مال معناه، خب یعنی اقتصادی که به معنا ربط داره. بانکدار تجربه نیست، تجربه رو ذخیره نمیکنه، یعنی تجربه رو به عنوان مالک تجربه نمیاد ادعا بکنه. من مثلا بخوام مثال بزنم، فکر کنم یه نونواه که انگاری ماده خامش آرد دیگه، اون آرد زیستنش رو با چه میدونم مثلا با مخمر حافظه و اینا ترکیب داره میکنه، بعدش با یه تنوری که مثلا از جنس رنجه به یه چیز خوراکی تبدیل میکنه میده به دیگران. کار قصه گو اینه، نگهبان معناه، خالق معنا نیست. معنا رو میگیره و سعی میکنه حفظش بکنه، شکل بده بهش. برای اون داستان فقط یک داستان نیست، یه توصیه‌ای توشه، یه حکمتی توشه، یه قطعه‌ای از تجربه زیسته توشه که هنوز اون قابلیت انتقال رو داره. وقتی این قصه گو رو با رمان نویس نمیشه یکی بگه. رمان نویس معمولا حالت تنهایی داره، فردی می نویسه. قصه گو از اون حافظه جمعی می نویسه. رمان نویس خودش رو تو داره حبس میکنه عملا و کرکترهایی که خلق میکنه از درون خودش میکشه بیرون. بعد رفتارها، تصمیماتش رو فرافکنی میکنه روی کرکترهایی که توی قصهش داره. اما قصه گو توی راه، تو کارگاه، چه میدونم تو قهوه خونه، تو بازار، اینه که فضای قصه گویی رو شکل میده. آدم هایی که قبلتر از ما زندگی میکردن یا حتی مثلا نسل خودمون، شد پدر بزرگ مادر بزرگمون که قصه میگفتن، قصه حفظیه نه، اونی که از یک قالب تجربی به شکل قصه اومده، متلگو، یه همچین فیگوری. صداش هم اون صدای من تنهایی نیستش دیگه، انگاری یه دهان موقتی برای یه سنت قائل بشیم. وقتی هم که حرف میزنه فقط هم حرف خودش نیست، یعنی حرف یک جمعی رو داره میزنه. از مردگان داره حرف میزنه، از سفرها داره حرف میزنه، از شکست و ضرب المثل، هر چیزی رو از اون حنجرش عبور بده به عنوان یک حافظه جمعی میاره بیرون. کلمه بعدی کلمه تجربه است که کلیدیه توی متنش. تجربه یک از ستونهای اصلی متن دیگه و این ترجمه ساده فقط بگیم تجربه یه خورده آسیب زننده است اسم میکنم. کلمه‌ای که خیلی فشار داره، بعد ما داریم اینو کوچیک و کوچیکش میکنیم. یه خورده بخوایم بریم بیشتر داخلش، از تجربه خودش از ذات رفتن، سفر کردن، عبور کردن، پیمودن، یه حالت این شکلی داره قبل از زبان تجربه. خب شما یک چیزی رو در وجودتون دارین تجربه میکنین، بعد سعی میکنین اونو به کلام بیارین، یعنی یک چیزی که همیشه از زبان عقب‌تره ولی در بدن ما داره یک تأثیری میذاره، در بدن ما، در فکر ما. تجربه توی این معنا صرفا یه چیزی نیست که بر آدم اتفاق بیفته، حادث نمیشه بر آدم، یه چیزی که از آدم عبور میکنه و طی اون عبوره یه تغییر شکلی میده. حادثه خام نمیشه بهش گفت. حادثه
وارد حازمه آدمی میشه، اون حازمه تبدیل به زبان میشه و یه قابلیت روایت پیدا کردنی داره. یه فرقی هم باید فکر کنم بین تجربه و شوک هم بذارم. شوک اون تجربه ناگهانی است، خب یعنی با آدم برخورد میکنه، یه اتفاقی میافته. خب مثلا خدای نکرده مرگی عزیزی، خب آدم سورپرایز میشه، چیز جذابیه برای آدم امروزه شوک. ولی تجربه خیلی رسوب کننده است. خب یعنی شما موقعی که کسی رو دست میدین فقط اون صحنه تجربهش نیست، من بعد زندگی شما داری یک تجربه زیسته ای رو انجام میدین. شوک آدم رو معمولا لال میکنه و اون هیئت لال شدنه میره، ولی تجربه اتفاقا قرار آدم رو آماده گفتن بکنه. یعنی موقعی که شما واقعا یک چیزی رو بتونید تجربه بکنید. این جهان مدرن خیلی پر از شوکه، اما تجربه براش رخ نمیده. یعنی شما هر روز خبر داری، تصویر داری، جنگ داری، تورم داری، چه میدونم هیجان داری، تبلیغ داری، همه اینا بر آدمی داره فرود میاد. بعد این انبوه رخ دادا که انقدر زیاد میشن فرصت نمیکنن به تجربه تبدیل بشن، اصلا انگاری اخته میشن و فقط به صورت یه شوکی به آدما وارد میشن. توی ادبیات این نگاه تجربی شبیه چی مثلا براتون مثال بزنم، شبیه یه چوبیه که فکر کنم مثلا آتیش گرفته، بعد منتها این بویی که میده یک بوی زمان، یعنی زمان رو در خودش حذف کرده. خب یک مسیری رو طی کرده که تبدیل به اون سوخته شده. چوب سوخته ظاهر نمیشه، اون تجربه هنوز خام و تازه نیست، دیگه جا افتاده. بکنید توی چهره فرد پیر، چه میدونم پینه دست صنعتگر، پینه دست مادر، مکس آدم ها موقعی که مثلا میخوام بهتون جواب بدن، اونجاها انگاری تجربه رو آدم میتونه ببینه. یعنی اینا فکر کنم مثال خیلی بهتری باشه. اون جمله از یه نفر نمیاد دیگه، انگاری چندین نسل عبور کردی که اون تجربه حادث میشه به آدم. شما تمام این چیزهایی که یاد میگیری، همین درسی که درسی نیست اما کارگاهی که داریم برگزار میکنیم، کلی آدم روی والتر بنیامین و ایده هاش که اون هم روی ایده های بقیه سوار شده داره جنگ جهانی خیلی حرف میزنه. یک مسئله شکاوریه که والتر بنیامین میاد روش صحبت میکنه، از اون ور آگامبنه، نمیدونم سانتاگ، آدورنو، همینجوری اومده تا رسیده به دست من و من دارم روایت میکنم همچون. حالا من روایت جدی از اون بخش ندارم، اما میخوام بگم که این یک تصویر اینه که کم کم داره رسوب میکنه و الان داره به دست شما میرسه. بریم سراغ کلمه بعدی. کلمه بعدی این کلمه به درستی و شرافتمندانه است. نکنید یه بخشی توی ترجمه، تو معنا کردن هستش که اونجا که گفتم راوی نباید باشه، نکنید ترجمه خوب ترجمه‌ایه که فرد مترجم توش کارمند نباشه، واقعا تأثیر خودش رو بذاره. یعنی شما یک زبانی که یک کارکردی داره با یک فرهنگی رو میخوایم بیارین به یک فرد دیگه ای برسونین، اینجا فقط کلمات رو واگویه بکنین فایده نداره. اون زیست معنایی کلمه رو باید بچرخونین بیارین. به خاطر همین توانایی فنی یه بخشیه، اما این درستی و شرافتمندانگی ترجمه من بار اخلاقی میخواستم بهش بدم بیشتر. یعنی حس کردم مثلا این کلمه تو آلمانی خیلی باره اخلاقی داره در وهله اول. یعنی کسی که چیزی و شرافتمندانه داره روایت میکنه در واقع تجربه خیانت نمیکنه، اونو ارزون نمیفروشه، دراماتیزه نمیکنه، نمایشیش نمیکنه، بهره برداری عاطفی نمیکنه، مصرفش نمیکنه. اون قصه گوی شرافتمند کسی که فاصله درستش از رنج و میاد میشناسه. این خیلی مهمه.
اگه خیلی نزدیک باشه به اون رنج، فقط داره داد و بیداد میکنه، حیرت عجیبی داره میکنه، نمیتونه سخن بگه. اگه خیلی دور باشه فقط داره اطلاعات میده، اخبار داره میگه. این شرافتمندانه، این پیدا کردن این فاصله است که شما دقیقاً اون رنجه نه خام بمونه نه دروغین بشه. بهش هم میگن اخلاق روایت، اصلا تبارشناسی داره، یه چیز قدیمیه. روایت کردن شبیه یه نوع چجوری بگم امانت داری انگاری. کسی که اون تجربه رو چه از خودش چه از بقیه میگیره، باید طوری هم منتقل بکنه که اون روحه له نشه. بخوام مثال بزنم، مثالش فکر کردم شاید تو فیلم خیلی بهتر بشه، چون ارتباط ما با فیلم خیلی بیشتر از متن، حداقل اسم میکنم. کلا متن خورده واجد قصه گویی هست، اما فیلم اون کم بوده رو داره. نکنه شما یه جایی یه فیلم میبینی، مثلا چون فیلم های سوپر هیرویی که ابر قهرمانی، مارول و نمیدونم اونجرز و اینا، شما میبینی همه چی با یه اتفاقات شدیدی داره میفته پشت هم، اصلا در نظر نمیگیری که مثلا یه سری آدم واقعا اون وسط دارن زجر میکشن، یا تو موقعی که تو اون شرایط باشی فقط میتونی جای قهرمان باشی که برات جالب باشه. لشکر افراد دیگه معنادار نیستن، آدم ها دیگه معنادار نیستن و فقط یک چیزی هم که براشون حادث میشه، اتفاقات، فقط میتونن جیغ بزنن، نقشی ندارن در اتفاق. از اون برم چه میدونم، مثلا فیلم متری 6.5 رو داریم که آقا فقط رنج دیگه، یعنی شما از اون اولش که وارد میشی داری راجع به رنج میگیش، نقطه عطفی نمیذاری تا آخر داستان، و عنصر مویوگری که فقط داری گریه میکنی، ارتباط پیدا نمیکنی. از اون ور توی سینما مثلا ما فیلم دیگه هم داریم، مثلا چون ایترنتی اندی رو داریم که آقا اون رنجه رو خیلی قشنگ با تصویر، با موسیقی، با کرکتر بهت میرسونه، آروم آروم باعث میشه اون تجربه بهت بشینه و اون شرافتمندی رو اینجا رعایت میکنه که هر ستای اینا فیلمن و گیشه هاشون شاید از اینترنت یعنی هم بالاتر باشه، اما ربطی به گیشه نداره که آیا شما آدم شرافتمندی بودی یا نه، قرار نیست برات شما پول بسازه. جنس مصرفی درست نکرده، اون تجربه‌ای که داشته رو تونسته منتقل بکنه با اون فیلم. بریم سر کلمه بعدی، کلمه درموندگیه. بعد درموندگی نمیستم با دقیقا چی بگم، درموندگی، معذب بودن، دستپاچگی، چه من تنگناه. توی متن وقتی توی یه جمعی هستن، کسی آرزوی شنیدن یه قصه ای میکنه، خب یعنی میگه منو درک کنی. یک نفری میره دکتر، با دکتر داره صحبت میکنه، این فکر کنم مثلا جلسه قبل زدم، کاری نداره که آقا من الان وضعیت استخونام چجوریه، یا من الان کار دارم باید برم، زندگیم گره خورده با اتفاقهای دیگه‌ای که در این اتاق درمان معنا نداره و آقای دکتر منو درک کن. این درماندگی انگاری تو اون فضای پخش میشه موقعی که ما به قصه احتیاج داریم، کسی قصه ما رو بشنوه. همه ما توی جاهای مختلف زیستمون به این برمیخوریم، به پارتنرمون میگیم که آقا سعی کن من درک کنی. این فضای درک کردن، یه درموندگی جمعی اینجا وجود داره، چون این زوال قصه گوییه نه تو کتابخونه است، نه جای فرهنگی، اینا کنیم در صحنه اجتماع قراره رخ بده. یه جمع هست، میل به شنیدن هست، اما کسی نیستش که بتونه جواب بده، یعنی اون قصه گویی فعلا مورد داره، حداقل از نظر بنیامین. ولی این درماندگی هم یه خجالت فردی نیستش، یه بیماری جمعیه. مثلا زیمل یه دونه مثال زدش خدایا توی کلان شهرها و روایتاش، راجب جمع تنها داره صحبت میکنه. حالا من مصداقی میگم، راجب جمع تنها داره صحبت میکنه، میگه شما تو مترو که میری، فقط مترو آزادی اصلا تصور بکنین، یه
یک فضای پر آدم که همه دارن هجوم میارن ولی کسی با یک کس دیگه ارتباط نداره. یعنی اصلا قصه ها شنیده نمیشه. شما یک نفر هستی به عنوان ابژه و همیشه تنهایی. اما این بیماری جمعیه، هر کسی قصه ای دارد که میخواد شنیده بشود. یه مثال دیگه، فکر کنم یه خونه قدیمیه که کلیدش یه زمانی وجود داشته اما الان هیچ کسی جاشو نمیدونه. بعد میخوان این در رو باز بکنن. این خواسته هنوز از اون گذشته هستش اما راه تحققش از بین رفته. آدم هنوز قصه میخوان، چون اصلا بدون روایت کردن نمیتونن زخماشون رو احضار بکنن، زخماشون رو مرتب بکنن. به خاطر همین اون توی مدار تجربه قابل انتقال انگاری دارن زندگی نمیکنن، تجربه از بین میره. چیزی که بین نسل ها شاید حتی الان بیشتر بلده، 80 70 60 قصه هم دیگه رو حتی دیگه متوجه نمیشن با اینکه تلاششون رو میکنن. این یکی از مدرن ترین حالت های روحیه. ناگهان خیلی از اتفاقات روانشناسی کاملا وصل به قصه. ما میل داریم، میل تو بدن ما هست اما توان تولیدش رو نداریم. میل حتی داریم به سکوت معنادار ولی جهان خیلی پر سر و صداه. میل داریم حکمت بگیریم، جهان پر از اطلاعاته. میل به قصه داریم، جهان پر از محتواه. خب یعنی شما الان چه میدونم مثلا میخوای راجع به فکر کنم اکستریم درمیش هم راجع به رابطه و ایناست دیگه. آدم میره تو اینستاگرام انقدر محتوا بهت میده که تجربه اون رابطه رو میشونه. شما وارد اون وادی نمیشی که خب یک نفر برگرده به من بگه تجربه زیسته ای مسئله چیه. خب همه چیز شده 4 تا تیتر در چند ثانیه کوتاه و بمباران میشه آدم همیشه دیگه. وارد اون شوکه میشه، فقط وارد تجربه نمیشه دیگه. بذاریم بریم سراغ کلمه بعدی، عبارت بعدی، سقوط اعتبار. اینجا یه حرکت جالبی که بنیامین میزنه، این اعتبار رو خیلی خوب وصلش میکنه به جهان سرمایه‌داری. بنیامین خودش بورژواه، منتها تحت تاثیر مارکس یه خورده از سرمایه‌داری فاصله داره. اما این حرکتی که میزنه، شیطنتی که در واقع داره انجام میده، میگه نرخ تجربه داره افول میکنه، سقوط اعتبار تجربه، یعنی اون ارزش و اعتبار و بهای خودش سقوط کرده میبینه. این تعبیرم عمدن اقتصادیه، یعنی تجربه رو مثل کالا در نظر میگیره که توی بازار ارزش افت کرده. ما توی جلسه پیش یه مثالی زدیم راجع به معابد که آقا توی معبدهای قدیمی یه بوتی بوده که اینو میذاشتن اون وسط میپرستیدنش، حواسشون بهش بوده، تمیزش میکردن، یه حالت شیشه‌ای همیشه حالت زیبایی داشته. خب که با یه فاصله از اون آدم ها میرفتن اون عبادت میکردن و ما الان همینو به صورت کالا داریم. توی پاساژ ها که میریم ویترین ها همه دارن یه همچین حالتی رو نمایش میدن. یعنی دیگه ما الان انقدر خدا رو داریم که مهمم نیست، محتواه. خب تجربهش رو دیگه نمیگیریم. یعنی اگر یک کالا بود، یه آیفون 17 بود، اون موقع شاید معنادار میشد. بنده آیفون 17 داریم ها، ولی دیگه اون از اون تجربه افتاده بیرون. به جای اون امر خدایی و به جای امر ارزشمند الهیاتیش حالت مصرفیشو پیدا کرده، وگرنه بندگی همچنان مونده. چرا؟ برای اینکه قصه گویی این وسط وجود نداره. اینجا دیگه بنیامین داره برمیگرده میگه آقا معنوی ترین ذخایر انسان هم توی جهان مدرن از اون منطق ارزش گذاری و سقوط در امان نموندن. حالا این سقوط تجربه یعنی چی؟ یعنی یه پیرمردی رو تصور بکنین که یه زمانی اون سخن گفتنش چراغ راه بود،
حالا این خیلی قدیمی و سنتی به نظر میرسه. مثلا با خانه شما از سنت یه چیز اشتباهی فکر کنید، سنت چیز قدیمیه، در صورتی که سنت همیشه معاصر، همیشه کار کرد داره، چون تبار داره. یعنی نصیحتی که اون پیرمرده زمانی حاصل عمرش بوده، حالا در برابر سرعت حوادث که داره برش فرود میاد، در انسان‌ها داره فرود میاد، بی مصرف جلوه میکنه. یعنی چه میدونم، پدر من موقعی که میخواد منو یه نصیحتی بکنه دیگه الان کار کرد نداره. چرا؟ برای اینکه زمان به شدت عوض شده. بعد اینو کی داره بنیامین میگه؟ اینو دوره جنگ جهانی اول داره میگه، یعنی جنگ جهانی اول تازه تموم شده که داره این متن رو مینویسه. ولی شما الان رو در نظر بگیرید، یعنی اون چی که نسل ها مختن یکو با یه جنگ، تورم، فناوری، فروپاشی اخلاقی، اعتبارش از دست میده. تجربه دیگه سرمایه نیست، حتی مانع هم امکان داره بشه، تبدیلش میکنه به مانع. یک مثال خیلی عجیبی هست که اصلا به نظرم در اکستریم ترین حالتش آدم ها این سقوط اعتباره رو خیلی تمیز سعی میکنن بروز بدن. در سلبریتی ها خیلی رخ میده. چرا؟ برای اینکه اصلا اعتبار ندارن دیگه. اعتبارشون فقط اون آدمیه که میبینن، آدمایی که دور خودشون جمع کردن. مثال اکستریمی که برش کجاست؟ پورنستارا، کسایی که یک مدت زیادی فعالیت جنسی کردن، کلی طرفدار پیدا کردن و الان از صنعت پورنه کشیدن بیرون. نگاه کنید واقعا مثالش زیاده و این خیلی عجیبی که آدما نمیتونن اصلا از اون اعتبارشون استفاده بکنن، تجربه نمیتونن استفاده بکنن، تبدیل میشن به اکتیویست زنان. مثالاشون واقعا شدیداً زیاده و اون تجربه که ساخته از زندگی قبلیشو سعی میکنه فقط اون تاریخه رو بندازه دور، یک چیز تازه تولید بکنه که بگه آقا من همونم ولی شسته رفته تر. مثل چی؟ مثل شما یه جایی شما مغازه میزنی، اون مغازه رو خیلی شیک و جذاب و همه چی هست، اما بالای مغازه شما مخروب است. خب یعنی شما واقعا مغازه رو که نگاه میکنی، وقتی به بالای مغازه نگاه بکنی میبینی آقا یه سری خونه ریخته، چراغ‌های خاموش، انبارای تاریک. پایینه جذابه ولی بالای از بین رفته است. چرا؟ برای اینکه میخواد تبارش رو دور بندازه، اما تبار همیشه در قسمی از افراد باقی میمونه. کلمه بعدی که باید بریم سراغش کلمه تجربه قابل انتقال. اصلا قابل انتقال بودنه یعنی چی؟ حالا قابل انتقال، قابل شریک شدن، قابل رسوندن. اینجا معیار اصلی تجربه میاد روشن میشه. یعنی تجربه وقتی کامله، وقتی دقیقه که بتونه به دیگری برسه، یعنی وقتی درون منه که معنادار نیستش، من فقط دارم اینو تجربه میکنم. گفتم تجربه قبل از زبان میاد، فقط درون منه. من موقعی که بتونم با زبان اینو به یک دیگری انتقالش بدم و هیچ راهی هم جز زبان نداره. و این تجربه‌ای که درون آدمه در وهله اول به زخم خیلی نزدیک‌تره تا به حکمت. موقعی که کلام میاد به حکمت نزدیک میشه. نکنید یه عبارتی توی این جمله، توی این متن هستش که قلب روانشناختی متن من بهش میگم. میگه که آقا سربازا از جنگ برمیگردن اما نه غنی‌تر، فقیرتر از حیث تجربه قابل انتقال. یعنی یه سری چیزای عظیم دیدن اما عظمت به زبون در نمیاد. اون حادثه از ظرف روایتشون بزرگتر شده. این اون لحظه‌ای که تجربه به تروما تبدیل میشه. چیزی رخ داده در نظم کلامی و نمادین جا نمیگیره. نکن تروما یا بهش میگن لکنت، شاید شما یه تصویری رو جذب کردی که اون تصویره هی داره بازپخش میشه تو ذهنت. افرادی که موجی میشن تو جنگ اونا این حالت دارن دیگه. در واقع موجی یعنی تروماتایز شده، که شما یک
فصلی از جنگ داشتی، یک تجربه از جنگ داشتی و همش داره بمباران میشه انگاری تو ذهنت. چرا؟ برای اینکه نمیتونی اون رو از درونت بکشیش بیرون، نمیتونی انتقالش بدی، نمیتونی قصه بگی، قصه اون صحنه رو نمیتونی چیزی بگی که یک دیگری درکش بکنه، اون تجربه از درون تو بخواد بیرون بیاد. اینجاست که قابلیت انتقال مهم میشه. توی جنبش‌های میتو و اینا خیلی اتفاق میافتاد و فقط هم این شکل نیست. نه که مثلا چه میدونم فقط هم جنگ یعنی به عنوان یک ابژه بزرگ نمیخوام بهش مثال بزنم. کسی ممکنه سالهای زیادی رنج ببره اما نتونه ازش چیزی بسازه، خب که دیگری بفهمه، چون لمس کنه، به کار بگیره. اما یه نفرم میتونه از یه حادثه کوچیکی یه جوری حرف بزنه که اون حادثه تجربه مشترک تبدیل به یه تجربه مشترکی بشه. یعنی سایز حادثه خیلی اهمیت نداره. من راجع به روانشناختی حرف زدم، خیلی شاید عجیب باشه که روانشناختی چه به قصه داره. میخوام حتی یه مثال دیگه هم بزنم راجع به افسردگی. افسردگی کلا بیماری های روانی که وارد فاز اختلال پزشکی نشدن، خب یعنی آسیب جسمی مغزی ندیدن، اینها بیشتر با فرمالیته مغز درگیرن. خب یعنی شما یک چیزی از بیرون نتونسته انطباقی در درون پیدا بکنه. مثلا افسردگی کسیه که اون قصه خودشو نمیتونه بازگو بکنه، یعنی توان قصه گوییشو دیگه نداره. اون قصهش به یه انسدادی میخوره، به یه فشاری میخوره و میگه که خب من دیگه نمیتونم این قصه رو روایت بکنم، قصه من دیگه باورپذیر نیست. کجا میتونه از اون بکنه؟ نکنی من منکر قرص و اینا نیستم، اونها یه حولی به آدم میده اما در نهایت شما باید اون قصه رو درست بکنی. این جلسه تراپی در واقع داره رو اون قصه کار میکنه. حالا عمیق‌ترش میره تو روانکاوی که اون قصه اصیل شکل بگیره که آقا شما برید تبارش هم پیدا بکنی، منشأ رو پیدا بکنی، بتونی اینو درستش بکنی. خیلی چیزا مثل ADHD و وسواس و اینا همشون با قصه درگیره. اما باید بریم خورد جلوتر چون حرف زیاد مونده. این واژه دهان به دهان، من واقعا خیلی این عبارت رو دوستم، مثلا خیلی چیز جذابیه استفاده کردن ازش. فکر کنم تو فارسی خیلی سینه به سینه نقل میشه ازش، ولی دهان به دهان خیلی ایده نزدیک تریه. ناکن اصلا ما تو الهیات داریم دیگه، خدا از نفس خودش دمید برای انسان. تجربه دهان به دهان، اون بوی نفس، حضور، گرما، مجاورت. بعد اصلا تو تجربه بوسیدن، تو تجربه دهان به دهان دیگه کلمه کار نمیکنه، بعدش کلمه میاد، یک چیز کاملا تجربیه. اون تجربه قصه گوه از کتابخونه نمیاد، از سند رسمی نمیاد، دهان به دهانی که داره منتقل میشه، یعنی از تماس زنده یه انسان با یه انسان دیگه. و ایراد هم بهش وارده ها، یعنی امکان داره اشتباهی باشه اون وسط و کسی به کلاغ بکنه، اما قصه میرسه. حتی اون اشتباه هم عضوی از انتقال تجربه است. اون محل عبور بدن به زبانه. توی قصه گو بدن هم حرف میزنه، برخلاف چت کردن توی قصه گویی، توی دیدار اون خش صدای منتقل میشه، مکس منتقل میشه، سرفه، خنده، حرکت دست، اینا چیزیه که انتقال انسان به انسان داره. من انگار یه جمعی گرد آتیش نشستن و هر کسی داره قصه رو میگه و ادامه میدن این مسیر رو. قصه خودش هم به عنوان یک سند بهش نگاه نکنیم. من میخوام این مفهوم قصه رو بردارم از روش که قصه یه سنده، یه داستانه، چه میدونم یه رمانه. این قراره مدام تغییر بکنه. بخوام مثال بزنم، یه مثال خیلی خوب تجربه یه نقاشه. نکنین یه نقاشی این موقعی که نقاش حرفه‌ای داره نقاشی میکنه، یک جایی یک اشتباهی میکنه، یک رنگ اشتباهی میزنه به بوم، یه لکه‌ای میسازه، اما اون لکه عضوی از تجربه زیستشه. خب و
با توجه به اون لکه میاد اون تابلو رو تغییر میده، یک شکل جدیدی ازش میسازه. خیلی اهمیت زیادی داره که این چیزیه که آدمی از ماشین جدا میکنه. آدمی جایز الخطاست، ماشین میتونه خطا نکنه. یعنی الان هم اگر چیزی هست مشکل خطا کردن نداره، مشکل اینو داره که اطلاعاتش کمه و انسان رو این انسان میکنه، این اشتباهه. این قصه قراره نکنه شما یه قصه روایت میکنی، من یه تجربه رو میگیرم، خب اون تجربه بر من حادث میشه و من قرار تجربه خودم رو دوباره منتقل بکنم. قرار نیست همون چیزی که اول بوده به این آخر برسه. بخاطر همینه که این متنی که الان بنیامین نوشته رو شما هزاران جور میتونی روایت بکنی. نکنه الان همین قضیه جنگ دیگه، کتابای جنگی فراوونن، واقعا خیلی زیادن، کالای فرهنگی راجبش خیلی زیاد هست، فیلم هست، نمیدونم تصویر هست، عکس هست، اما تجربه همچنان منتقل نشده. یعنی شما هنوز که وارد جنگ میشی وارد یه وادی حیرتی میشی. خب یکی داشت میگه آقا مثلا ما هم کال اف دیوتی بازی کردیم چرا شبیه اون نیست؟ اون تجربه اختص شماست، تجربه منتقل نشده، یه شوکی بهت وارد شده که اون شوکه رو برای اولین بار جالبه، برای دومین بار یه خورده جالبه، بعد اصلا از بدنت میفته. و این تجربه خیلی زیادن. مثلا چی رو دیگه میتونم بهتون بگم؟ مثلا این تجربه گوشتخواری. خب نکنین شما یک فاصله از اون گوشتخواریه دارین، یعنی شما دیگه احتیاج نیست برین گاوو بکشین از بیس، چه میدونم بکشین گردنشو بزنین پوستشو جدا بکنین، گوشته همونجا به عنوان عامل ابژه هست. جنگ هم همینطوری شده، جنگ دیگه الان شرافت نداره دیگه عملا. بریم روی بعدی، فکر کنم بهتر بتونم توضیح بدم. بعدی این نبرد مادی صنعتی رو بهتون بگم. نبرد مادی صنعتی دقیقا همین مسئله جنگه. یعنی دیگه انسان از ساحت سابجکت کشیده بیرون، یعنی یا موادن یا ماشینن، یعنی صدای فلز و نمیدونم دود و انفجار و خاک و اینا داره جنگ رو روایت میکنه. دیگه قهرمان اصلی انگار انسان نیست، انسان شده سیاه لشکر جنگ. اون از اون ور موشک میزنه، اینم از اون ور داره موشک میزنه. قصه گوه کیه؟ چه میدونم باروت، سیم خاردار، توپخونه است، ماشین لوجستیک، آماره. نگاه کنین عدد شده جنگ دیگه، انگار انسان معنادار نیست، فقط یک اخبار میاد 1000 نفر کشته شدن. خیلی چیز ترسناکی که شما دیگه اینو تجربهش نمی کنی. انگار ارتباط مستقیمی که قبلا بوده، حالا چه در مثال گوشتخواری چه در مثال جنگ، این از بین رفت. یعنی از بین رفت اینه که در واقع له شد. خب یعنی اینجوری نبود که اینو کنار گذاشتن، هنوز تاثیر جنگ رو انسان ها وجود داره، منتها این جریان‌های ویرانگری که وجود داره، این انفجارهایی که وجود داره با یه سری سازوکار عظیمی روبروه که اون سازوکارها اون تجربه جسمانی رو داره باطل میکنه. خب نکنه قبلا میخواستی یک کاسه بخری، یک نفری یک جایی داشت یک چیزی رو درست میکرد به عنوان یک چیز واحد. الان کاسه‌ای که میخری ازش 10,000 تا داره توسط ماشین ها تولید میشه. معنای تجربه انسانیه میره کنار. خب حالا این چیزایی که گفتم مارکس باش انقلاب کرده ولی مسئله جای دیگه ایه. خب نکنه ما الان انقدر تو این سرمایه داری متأخر جلو رفتیم که دیگه تجربه رو از دست دادیم. یعنی قرار بود نه اون نه سیخ بسوزه نه کباب، الان هم سیخ سوخته هم کباب. یعنی نه تجربه رو تونستیم حفظ بکنیم نه تونستیم سرمایه‌داری رو دقیق حفظ بکنیم، چون اینم داره خودش از بین میبره. بریم سراغ کلمه بعدیش، فکر کنم کلمه آخرش هم میشه دیگه. آره، صاحبان قدرت. مطمئنا نمیشه هیچ وقت صاحب قدرت رو کنار گذاشت. همیشه صاحب قدرت خیلی اهمیت داره. نه فقط کسایی که مثلا به عنوان دولت ها هستن ها،
کسایی که شکل جهان رو طبیعی میکنن. خب خانوادت میتونه باشه، مدرسه باشه، مسجد باشه، دولت ها باشن، کسایی که کتاب مینویسن باشن، اینستاگرام، شرکت های بزرگ. نکنید تجربه اخلاقی به دست این صاحب قدرت ابطال میشه. یعنی این خطر نهایی نیستش که فقط میدونی قدرت فقط به بدن داره فرمان میده. خطر اینه که میتونه اون معیار اخلاقی از بین ببره. اون صاحب قدرت وقتی اون جهان اخلاقی رو دگرگون میکنه، انسان دیگه فقط مشکلش ترسه نیست، گیج هم میشه. یعنی یه چیزی تا دیروز شرم‌آور بود امروز افتخار اعلام میشه. یه مثلا براتون بزنم. ما تو بچگی هم فکر کنم تقریبا هم سنیم، موقعی که سنمون پایین‌تر بود میگفتن بریم باشگاه معمولا یه چیزی بس کاراته‌ای، تکواندوی، فوتبال، یه همچین چیزی بود. الان این مفهومه به شدت عوض شده. باشگاه یعنی باشگاه بدنسازی، هیچ چیز دیگه ای وجود نداره از توش. و این عکسایی که میبینیم توی اینستاگرام و اینا همه دارن از تو باشگاه میگیرن، قبلا یک شرم‌آوری وجود داشت، الان شده مدال افتخار. خب نکنیم من اصلا منکر این نیستم که وجود باشگاه بدنسازی باعث شده آقا بانوان مثلا بتونن راحت‌تر ورزش بکنن. مثلا این باعث باشگاه بدنسازی موقعی که پیشرفت کرد، بانوان بیشتر رفتن سمت باشگاه. قبلا دختر خوب دختری بود که تو خونه میموند. اینجای شرم‌آوری حذف کردن خوبه، اما یه سری معیارها رو هم از بین بردیم. مثلا چیزی که تو باشگاه تولید میشه واقعا چه میدونم شبیه غولن دیگه آدماش، تا اینکه واقعا تناسب اندامی وجود داشته باشه یا ورزش وجود داشته باشه به اون مفهومی که باشگاه مفهومه که از چین اومده. به عنوان اینکه یک فردی بره تکین بشه، از زندگی روزمرهش فاصله‌ای بگیره که بتونه خودش رو پرورش بده، یعنی رفتار گوناگونی داشته باشه نسبت به رفتار روزمره‌ای که داره. اون اعتبار ازش گرفته شده، فقط اون سخاوتش، فقط اون سطحی بودنش موند. و انگاری شما چه میدونم مثلا مدیتیشن بکنی که فقط برای اینکه آرامش پیدا بکنی، نکنی اون هدفه اومده همه چیز رو اخته کرده. دیگه این صاحب قدرته چیزی که مثلا دیروز دروغ بوده رو امروز یه حقیقت رسمیه. خب برعکسش هم هست، چیزی که دیروز حقیقت رسمی بود الان امروز دروغ. اینو صاحب قدرت میاد میچینه. چیزی که دیروز خشونت بود امروز میشه ضرورت. چیزی که چون تجربه اخلاقیه، اصلا تجربه اخلاقی باعث میشه که شما بتونید به وجدان تکیه بکنید. این یک چیزیه که واقعا از بین رفته. گدا دیگه، مفهوم گدا اصلا این خیلی کلمه سنتی و قدیمیه که میگن به گدا کمک کن، به فقیر کمک بکن. تو وقتی اون کسی میاد گدایی میکنه جلوت و میبینی از تو بیشتر پول در میاره، تو دیگه به اون آموخته وجدانیت هم نمیتونی تکیه بکنی. به خاطر همین این کلمه که صاحب قدرت بهش میگیم تو این معنا خیلی چهره تاریکی داره. یعنی فقط فرمان قرار نیست بده، یه اسم گذاری هم میکنه، لیبل هم میزنه. این لیبل است که خیلی خطرناکش میکنه. یعنی یه واقعیتی وجود داره، یه بخشی از اون واقعیت رو به تصاحب خودش در میاره. در کل باید این تجربه‌ای که وجود داره از نامش توهی نشه. چجوری؟ هر کسی به تمثال قصه گوییش میتونه این کار رو انجام بده. یعنی قصه گویی قرار بود اون معناه رو حفظ بکنه. یعنی شمایی که مثلا همون مفهوم باشگاه رو بچسبیم که قرار بود ورزش بکنی با یه هدفی، با یک معنایی، اون قصه گویی، اون روایتگری در کنار خودت اون رو معنادار میکرد. چرا ورزش ها خیلی جمعی هن؟ چرا مثلا یه چیزی مثل کاراته، تکواندو اینا از اصالت خالی نمیشن ولی بدنسازی مدام داره از اصالتش خالی میشه؟ قبلا حتی دوره آرنولد هم بدنسازی معنایی داشت. الان
اون هم دیگه خالی شده، فضا نداره. من کلماتو اینجا گفتم، بریم یه خورده با متفکرا برخوردش بدیم. هم متفکرا، هم چیزی که دوست دارم بهش بگم نقص. حالا بریم جلوتر، شاید این گسسته رو بتونم جبرانش بکنم که چیزی که اسمشو میگم نقص در واقع از کجا داره نشأت میگیره. کانت یه جمله‌ای داره به نام purposeless purpose، یعنی هدف بی هدفی. این هدف بی هدفیه چجور باید مثال بزنم؟ مثلا گربه ها رو در نظر بگیرین. یه چیز خیلی جالبی که گربه ها دارن اینه که اون حرکت وحشیانه که دارن که بخوان چنگ بندازن، اون حرکت بچه یکی سوال کرد فکر کنم. حالا بذار جلوتر بهش برمیگردم، اگه چیزی بود بهم بگین. نکنه این purposeless purpose، داشتم گربه رو میگفتم. گربه با توپای بافتنی رو دیدین باش بازی میکنه، چنگ میندازه بهشون. این گربه قرار بوده بره شکار بکنه دیگه، قرار بود اون حرکت حیات وحشیش رو توی طبیعت بره پیاده سازی بکنه. اما الان اون ابژه هدف خودش رو نداره دیگه، داره رو چی پیاده سازی میکنه؟ روی بافت کانوایی، روی آدم ها. حتی انگاری ما اومدیم گربه رو از هدف خالی کردیم. این پرپسلس پرپسه چیز مهمیه دیگه. مثلا مثال دیگه ای که یادم میاد، مثلا مدلینگ ها. خب نکنین کسی که مدله انگاری باید وارد اون فاز ابسنت مایند بشه، وارد فکر نکردنه بشه. مدل مثلا مدل نقاشی رو در نظر بگیرین، کسی که باید وایس هیچ حسی نداشته باشه که بشه نقاشیش کرد. این نقاشی شدن انگاری آدم رو از اون حسه خالی میکنه. خب یعنی شما تنها هدفتون این میشه که بی هدف باشید. چرا دارم اینا رو میگم؟ میخوام اون مسئله اون سیاهی لشکره توی فیلم رو حل کنم. خب نکنین موقعی که شما داری یه فیلم میبینی، ابژه میلت کرکتر اصلی هن دیگه. تو همیشه دوست داری جای یکی از کرکترهایی که توی فیلم نقشی دارن باشی، این اصلا برای این ساخته میشه. اما سیاهی لشکر رو نمیبینی، همیشه با اون سیاهی لشکره تو زاویه‌ای، یعنی ارتباط آنچنانی با اون سیاهی لشکر قرار نیست بگیری. اما چرا همیشه هستن؟ چرا اونا حذف نمیشن؟ مثلا اون رئالیته، اون اتفاق و فرمدهیه از داخل اونا داره در میاد. این تجربه قراره اون سیاهی لشکر رو هم در بر بگیره. میخوام راجع به یه متفکری صحبت بکنم، متفکر دیگه آگامبنه که زیاد کلا قراره بهش برگردیم و بریم. آگامبن همون والتر بنیامینیه عملاً که میاد جایی که اصلا با ادبیات اینا درگیر باشه، بیشتر با فلسفه درگیره. اصلا سنتز میکنه والتر بنیامینو با هایدگر. میاد راجع به یه مفهومی صحبت میکنه به نام ژست، که همون پرپسلس پرپس رو میخواد بیاد توضیح بده و دقیق ترش بکنه. میگه آقا وسیله‌ای که در وسیله بودن مهمه. این اهمیت داره. چرا؟ برای اینکه اون مثلا معبد و اینا رو یادتون هست، وسیله‌ای که تو وسیله بودنش باید اهمیت داشته باشه. و ژست مفهومی که خب بکت خیلی باش کار میکنه که آقا راجب زمان رو به شکل یک ابژه هدف در نظر بگیری که باید وجود داشته باشه در کنار معنایی که میخواد رخ بده، و تو برای روایت کردن، برای قصه گویی قرار نیست اونو از دست بدی و فقط راجع به قهرمان حرف بزنی. قرار این منظومه کلیه رو شکل بدی. در کل بکت هم بخوام بگم، بکت بیسی که داره، بیس زیبایی شناسی همین قضیه است. یعنی بنیامین خیلی بیشتر داره دنبال حقیقته میگرده
بکت دنبال زیبایی شناسی میگرده و راجع به ناقص بودن میاد صحبت میکنه که آقا اصلا میگه که متن موقعی که ناقصه قشنگه، انسان موقعی که ناقصه قشنگه. اینو میخوام بگم که تجربه قابل انتقال یک تجربه کامل با کیفیت با تکنیک کامل نیست، یک چیزیه که در اشتباه داشتنش قراره معنادار بشه. ناکنین هملت خب از دوران شکسپیر بوده دیگه، همچنان داره تئاتر میشه، همچنان تئاترای خیلی خوبی داره روش اجرا میشه. چون اندرو اسکات سال 2022 23 بود که اصلا هملت رو دوباره اجرا کرد و دیدن چقدر قشنگ. اون به خاطر نقص روایته. یک جمله خود آگامبن داره اگه اشتباه نکنم، شاید مال یکی دیگه است، میگه آقا کارکرد اصلی زبان قراره اون کوچیک شمردن، اون خار شمردن پشن‌ها یا دردهاست. یعنی شما زبانت قرار نیست کامل تجربت رو بکشه بیرون، اصلا اون قرار یک جایی درونت بمونه و تو یک بخشیش رو انتقال بدی تا جایی که میتونی. حالا توی شرق اون مفهوم دهان به دهان یا سینه به سینه خیلی دقیق تره دیگه. مثلا توی بودیستا، توی هندوها، داویستا، اینا اصلا متن مراشون خیلی دغدغه‌ای نیست، یعنی متن زیاد ندارن، کلا با کمبود متن فکر کنم خیلی مواجهن. اینا تمرین دارن، یعنی استادی که وجود داره یه تمرینی میده به شاگرد، شاگرده میده تمرین میکنه. فرم های ورزشی هستن دیگه، حالا اینها هم خیلی اخته شدن منتها توی بیسلاین های اصیلشون همه چیز با تمرین قراره پیش بره. یوگیستا، کسی که یوگا میکنن، خب این از سنت هندی دارن میان، قراره اون تاثیرت در بدن رو خود بری متوجه بشی به عنوان یک تمرین، نه به عنوان اینکه بری یک گزاره رو بخونی. اینجوری تجربه منتقل میشه. ما اینو تو سنت اسلامی هم فکر کنم خیلی داریم. تجربه فنایی که اصلا مولانا راجبش صحبت میکنه، این یه بخشی ازش اصلا میگن که باید سینه به سینه نقل بشه، یه چیز تجربیه، شما نمیتونید توی کتاب بیاید معنادارش بکنیم. اما راجع به اینکه نقص چه کارکردی داره، من راجع به هملت صحبت کردم، راجع به سیر لشکر هم صحبت کردم. ناکنین زبان هم زندانه هم راه رهایی از زندانه، یعنی این تناقض رو درون خودش داره. یک فاصله بین تجربه و زبان همیشه هست و این فاصله برای انسان هم رخ میده دیگه. چجوری پر میشه؟ یک جایی یک فردی با ایمان پرش میکنه، کیرکگور میاد راجع به ایمان صحبت میکنه، بنیامین راجع به تجربه صحبت میکنه، خود مولانا راجع به فنا میاد صحبت میکنه، اصلا میگه خود ابژه رو حذف بکنیم. اما اگر هم قراره اتفاقی بیفته، اون زبانه، اون قصه گویی قراره اون تجربه رو بفرسته یک جای دیگه پرورشش بده، یعنی راه آنچنانی نیست. تجربه‌ای که توی سنت شرقی هم وجود داره، یک فاصله گذاری بین تجربه امروز تا دیروز هست، اما در نهایت اونی که تو چین نشسته باید بتونه با من ارتباط بگیره. چرا؟ برای اینکه من دارم در یک جهانی با زبان صحبت میکنم، با یک زبانی دارم ارتباط میگیرم، نه فقط با تجربه. این روایتی که بنیامین میکنه یه روایت از گسسته، ناکن فضا رو میاد از یک جهان تراژیک میاد روایت میکنه. خیلی این کار میکنن دیگه، کافکا هستش، چاپلین، بکت، شاملو حتی، یعنی از توی داخلی های خودمون هدایت هستش، از یک گسستی میاد روایت میکنه. یعنی میگه آقا برعکسش هم هست، مثلا خیلی مثل ویلیام فاکنر رو اصلا استاد بکت کی بود، جویس و اینا میان آقا میگه من میام زبان غنی بکنم. خب این زبان غنی کردنه دیگه الان ما واقعا داریم تا تهش میریم دیگه. چرا؟ برای اینکه AI اومده، بعد دیگه هر چیز گندی ما داریم به عنوان هنر غالب میکنیم واقعا. چه میدونم مثلا یک نفری به عنوان هنرمند آقا میگه که من لخت میشم، خودم میزنم به بوم نقاشی و این روایت من. این میشه این دیگه از گسست نیست، تو یک چیزی رو میخوای غنی تر بکنی. خب میگم من تجربه زیستم این رو کاملا خودم دارم عرضه میکنم. گسست اون ور قضیه است.
چارلی چاپلین رو اگه ببینین آدم دست و پا چلفتیه دیگه، نکنه هی داره زمین میخوره، هی اینور میره هی اونور میره، اما از لای همین گسست، از همین بدبختی بیچارگیش، از همین فشاری که برش هست یه روایت میسازه. ناکن چاپلین از اون وری که داره همش این ور میفته، از اون ور بندباز هم هستا، ناکن دلغک مفهومی که بهش میخندن، اما خیلی طرف استعداد داره. اصلا کلا همه جا هم شاید شنیده باشین که کمدی خیلی کار سختیه، ولی از درون گسست قراره روایت بکنه. چون هم بکت هم میاد و راجع به حبس ابد در زمان صحبت میکنه دیگه، توی در انتظار گودو و اینا. بنیامین هم قرار بود که این روایت رو از دل جنگ جهانی به این شکل بکشه بیرون، یعنی یک گسستی در جنگ جهانی رخ داده، حالا ما میخوایم این رو بیرون بکشیم. چجوری؟ این اولی مقاله بود که آقا صرفا راجع به تجربه صحبت کرد. ساعتم 8 شد، فکر کنم برای امروز دیگه کافیه. اگه کسی سوالی، نظری، پیشنهادی داره من در خدمتشم. دوستان سوال؟ جانم بگو رازی. من صداتو ندارم. بقیه صدای رازیه رو میشنون یا نه فقط من نمیشنم؟ چرا عجیب که من صداتو ندارم. اگه میتونی بنویس برام، اگه میتونی بزنم ببینم با موبایل بیام ببینم اینجا صدا دارم. چی نوشتی؟ قابلیت رو گفتیم. قابلیت کدومه؟ آها، کلمه قابلیت راجع صحبت نکردم. بذار برم توی خود از اینا نگاه بکنم کجاش بود. قابلیت که از ما گرفته شده. اتفاقا خوب شو گفتیم، این کلمه‌ای که استفاده میکنه ورموگن، اینم خیلی ایده، یعنی از یه طرف شما میتونید اینو قابلیت بخونی، از یه طرف هم میتونید دارایی بخونی. این دوگانگی زبان آلمانی خیلی اینجا جالبه که استفاده میکنه. یعنی اون قصه گویی میشه قابلیت مبادله تجربه، اون توان انسانیه که الان مثل یه دارایی از ما گرفتن. خب یعنی تو معنویات رو قاعدتا نباید بتونی بگیری دیگه، اما با بمبارانش دسترسیشو انقدر سخت کردی که له شدی اون وسط. انگار انسان یهو میفهمه که یه ثروت‌های اصلیش که پول و زمین و ابزار نبوده، اون توان گفتن و شنیدن تجربه بوده. حالا ما تو ایران شاید کمتر اینو درک میکنیم، برای اینکه درگیر خوراک پوشاک مسکنمونیم بیشتر. در جهان غرب بیشتر اینو تجربه میکنن. چرا؟ برای اینکه اصلا نرخ افسردگی شما نگاه کنید توی کشورهایی که صنعت سرمایه‌داری خیلی بیشتره، چه میدونم توی آلمان مثلا خودش یکی از بالاترین آمارهای خودکشی، افسردگی اینا رو داره. رو فکتم دارم صحبت میکنم که اونا دیگه انگاری اون تبادل تجربه رو دیگه کسی نمیتونه داستانشون رو بشنوه. اتفاقایی چه میدونم مثل LGBTQ و حتی جنبش‌های مثل میتو و اینا سر همین شنیدن یک تجربه دیگری و کلی اتفاقی که داره میفته با این بیس جلو میره. خب و اونها برای اینکه بگن آقا ما شنیدیم، نتفلیکس میاد میگه آقا مثلا چه میدونم اسکار رو چون به فیلمای بها میده که چون سیاه‌پوست توش باشه، آسیایی توش باشه، دیگر جنسگراها توش باشن،
این شکلی داره سعی میکنه بهش جواب بده. اون دارایی دوباره سرکوب میشه. خب یعنی این خودش توجه کردنه نیست که اصلا قصه اون آدمو نفهمیده. خب ما همیشه فکر میکنیم این یه قابلیتی که تو انسان وجود داره، یعنی تا قبل از این اتفاقا این مثل حافظه است، مثل چون توان خواب دیدنه. انسان خیال میکرد تا موقعی که زندگی از تجربه هم هست دیگه، و تا موقعی که تجربه است روایت هم هست. اما این مسئله نشون داد که آقا این زنجیره پاره میشه زندگی کرد، ولی اون تجربه رو نمیشه زیست کرد. نمیشه، یعنی تجربه هم بکنی نمیتونی منتقلش بکنی. خب قصه سازی از بین رفت، اون قابلیت قصه سازی از بین رفت. این توی اون کلمه قابلیت بود که من میخواستم بگم. اگر نگفتم من عذرخواهی میکنم. بازم اگه سوالی چیزیه من در خدمتم. ممنون که یادآوری کردی. باشه، اگه سوالی نیست که خسته نباشید میگم. دمتون گرم اومدین. انشالله تا هفته بعد و مقاله بعدی. خداحافظ شما. و ویدیو هم کسی خواست بهم بگه براتون میفرستم. ممنونم. فعلا. سلام. آره چاکرم آوره. چه خبر آمجان چگونه؟